دست کارت دست و المنتال و مک و نیگا آنده رو داریم. چی داریم اینجا؟ آها المنتال. این کارتی که المنتال هم افتاد یک به یک به کارت بعدی المنتال که میخوایم بگیریم اضافه میکنه، یعنی یه دونه به درمایزشون یه دونه هم به جونشون بگیریم. ببینیم حریف چه کارتی رو انداخته تو زمینش. اونم یه المنتال انداخته. خب فایده‌ای نداره، نه برای من نه برای اون، چون برای من که واسه فایده داره. و الان به کارت بعدی المنتال هم که همین کارت که الان تو زمین دارم باشه یک به یک بهش اضافه شد، یعنی یه دونه دمج بهش اضافه شد. بریم برای 2 ستاره. باد المنت الان باز نگاه کنی یک به اون کارت المنت اضافه شده. اون کارت که من گرفتم چیکار میکنه؟ اگر بفروشیش یک دونه اتک به هر کارتی که توی زمین داشته باشی اضافه میکنه و هر چیزی هم که میفروشی اون عدد میره بالاتر. مثلا الان که بفروشی یه دونه اضافه میکنه به دمیجاشون، سری بعد که این کارتو بخری و بفروشی 2 تا اضافه میکنه و همینجوری هر سری یه دونه میره بالا. ولی هدف بزرگتری داریم. همین بعد نیست اگه کنی بادم این هیروی حریف یا آقای داره. همین دست اول یه دمه بیش از کارت من میزنه که این حریف رو خراب میکنه. یه 2 تا از شیلدام کم شد. این جادوهایی که کمک میکنه به هم کارتان کارتان قوی‌تر کنه. کارت بست یه کارت نگاه گرفتم. این کارت چیکار میکنه؟ هر دفعه پایان هر دست اول هر دست یه دونه جادو از خودش برن میده. مثلا اون یکی یه جادو داد که هم به جون هم به دمیج داد میشه. این یکی که دومیشو گرفتم فقط 2 تا به جون. دست بردیم بالاخره. بریم برای ستاره سوم. یه لیول اپ کردیم. برای اینکه اون جادو من فعال بشه و اون کارت رو وارده، ما باید 16 تا اسپل یعنی جادو خرج کنیم. خیلی قبل باشه که فکرم نکنم بعد نیست میتونه قبل میتونه دمج بزنیم. کارت نیست که الان تو برای انداخته حریف و به این شیل که در همون حالی ضربه داد به اون کارته. این کارش همینه، هر دفعه که شروع میکنه به ضربه زدن یه دونه این حالای ضربه همون شیل داری داریم. المنتال یه سکه دار میفروشیم. حالا این کارت نگاهی که 2 تا هم هست کار میکنه هر جادویی که بهش میگیم رو دوباره برمیگرده بخونه. یعنی چی؟ یعنی رو خودش اعمال میکنه ولی دوباره همون جادو رو میخوره برمیگرده. خیلی خوب.
برنده میشه یه رو جادو بگیرید بدین به اون یکی که دوباره بخواد برگرد. کارت خوبیه، کارت بدی نیست، میتونه توی خود عمل میکنه. این که نگاهیم که خریدم این واقعی که نمیزی رو زمین یه دونه سکه بهت میده که اینم بد چون باید این بازی مدیریت سرمایه هم داشته که خیلی باید که بتونی لول اپ بکنی. اینجا مساوی شدیم با این دوستانه. اینو بفروشیم 12 تا سکه یه لول اپ به نظرم داشته باشیم. 6 تا سکه 5 تا سکه هم مثلا 6 تا سکه هم میمونه. الان میتونیم چی بخریم. این بهمون 3 تا جادو میده. جادو یک مثل مگا که اینا هم میتونه خوب باشه. این خودش یه جادوی دیگه داره. بریم هایی چی داره اینجا اینو بفروشیم که یه هر داریم یه دونه اتک داده باشیم. اون کارتی که الان من گرفتم کارت لول 6 به ما میده با 6 ستاره که تقریبا یه دونه کمتر از 7 ستاره است و کارت 6 ستاره به مرتبه کارت بهتریه با فروختن این کارت من باید این کارت بفروشم تا یکی یا دو تا فکر کنم کارت لول 6 میده. چرا خواهی بلنش از که من آها این کارتی که میبینید انداختم این چی کار میکنه؟ نگاه این یه تلسم به من میده که اونو وقتی که میندازم بقیه تلسمایی که به کارت توی زمین من نون اضافه کنم اون دو تا تلسم رو افزایش میده. یعنی مثلا اگه قرار باشه یه دونه نون بده به هر کدوم از همه کارت زمینم میکنتش 3 تا و این خیلی میتونه مثبت باشه واسه همون. الان مثلا 1 به 1 بود این کارت این تلسمه الان شده 3 به 1 الان 3 تا هر کدوم از کارت بالا اضافه کنه و این میتونه وحشتناک کنه کارت تو زمین منو. هر کی برده تو برام مثلا الان که اون چیزی که خاصه خیلی بهتره. اون که کارت بسیار elemental این کارت چیکار میکنه؟ این هم گفتم یه جادوی دیگه بمونه 6 تا براتون اضافه میکنه که خیلی خوب. خب این کارت المنتال و مکه که قابلیت رو هم اندازی داره یعنی تو میتونی با همه چند کارش کردن بکنی یعنی به کارت المنتال میدی. خب این کارت واسه چون آها این چیکار میکنه؟ این وقتی
این کارت الیمنتری عادیه که من گرفتم این یه جادویی میده که میتونی کارتایی که تو زمینداری رو لازمش نداری ولی خب چیزشو میخوای اینو دمیجشو میخوای حیف باشه که حیف نشه و به کارت دیگه از زمین منتقل بشه این کار کرد باید میتونی کارتایی که زمینداری رو منتقل بشه خیلی خیلی خب بذارم که مثل که بردانه حسابی خب الان من این کار نگاه نمیخوام این داشت که خود رو نمیکنم من فقط به المنتال میرسه این دمیجون توی این کارته باید وقت استفاده داشته باشیم 5 ستاره رو بزنیم آها این کارت چیز خیلی خوبه این چی میده؟ این یه جادو میده که موقع که میمیره موقع 90 موقع که میمیره این چیکار میکنه؟ این جادوش موقع که من بندازم 7 تو یکی به 7 میرسه این کارت وضعیت خوبیه و کارت خوبی الان دستم هست خوبه باحاله من میتونم یه دست افسانه‌ای درست کنم مشکل داره عالی عالی خب اینم که نه نمیتونه رو ببره ببازه بخلا مرد یه دونه جادو بنداز و اینجوری دلگه سختن میزنم به حریفو ببین چه کارتی بده کردم این کارت میتونه این کارت پرنده میتونه چیکار کنه بسته ای وای زدم رفت نمیدونم بتونم دوباره پیداش کنم کارت رو قابل مگنتیک الیمنتال نداره این هم خوبه این مثل هر دفعه یه چیز میده که میتونه واسه قوی تر کردن کارت زمینم بشه کاش که اون بسته رو نمیزنم بره اصلا حواسم نبود حریف ضعیفه Oh my god. Oh shit. Cuando solo entonces dejar de la revista. Claro, esto puede estar para mí los días. Ya más mi jodu. Aquí jodu está el que más toca ver al casa. Vale, vale. و دوباره
داداش. این کارت پست پرنده مهم که چیکار میکنه؟ مثلا همین کارت که اون جادو رو مدت دستمون کار کنن کشیشون میده موقع که حرکت میکنه موقع که حرکت میکنه یه بار میکشتش فرش نمیمیده ولی بار که کشتش این هم دوباره هم این جادو که میکنه میکنه کارت سریعه مثلا یه بار این که جادو سریعه yes این دسته هم بیاره اما کلی جادو دارم که میتونه قدیم کنه واقعا عالیه so good دست افسانه میشه چیکار کرد هم موقع نفر اول بگم بیدالم این کارت نگاه سمت راستی بهتر بشه